همدیاران عزیز، یک عجایب کار رو دیدم. من امروز 11 می سال 2024 قرار داریم در شهر بغداد حوالی اکای قربانعلی که با پرورش پاولونیا مشغول هستن. من این پاولونیا رو اکا این پاولونیا بریدگی ان همش. این هزار دانه بریدگی هستید شما. این از کجا بریدید اینو؟ نه همون واسیلاش با تکنیک سیاس کرده بریدگی یکی بوده. یعنی که آدمایی که از شما پاولون خریدن ریشش میبرد. خود اینا نمیبرد البته. برای چی نمیبرد اینا؟ شما که در همون کتاب باشن یک بار تکنیک سیاس کردن نکن. چه اینا درازش قدی بردن در همینجا بریده شاخش پرفته میرد. سبکتر میرود. سبکتر میرد. اگر باشد که با این برو مدسکو. من نگاه کنید آن این قسمت رو دیدید می جای برو مادن من. انا که نشون دید. شما وقتی که ریشه میبرید همین ریشه گویا. چیکار میبرید با؟ من همین جایی که من برگ میبرم. همین جاش عدل کلا زمین و گل کنید کو. همینا خدا خواهد گرفته میرد. همینا میگیرد هم خیلی. اکنون 100% نمیگیرد و من یکم سال برای تجربه یک 100 دانه کویده بودم. یک 15 تا 20 تاش گرفته بود. اکنون ممکن ناز نگاه نکرده ممکن. اومد از زمین برو اومد خوب است کوین. این ولی خشک میشه دمش. نام کی پرد. حساب حاضرش با حساب نمی بدنش. نام دارد. حساب پوستش حاضرش با حساب شده است. این خودش یک به اور درخته. به اور درخته. اینا کنی رفتیم درخت کلانش نشون دید. انا همدیاران عزیز درختانی کلانی پاولونیا. این چند ساله پاولونیا؟ اینا یک سال شده. من اومدن بودن همین مایده بودن. من یک سال پیش نشون دادم همین مایده چه بودن؟ من اینقدر کلان شده است. ولی نه تازه میکنید همین قسمی تگشه. تو قدمان تازه کرد دیگرش دوست قدی تازه میکنیم. تو کجایا؟ تو هم سر هم لوکاش با دو تا میمونیم. کدامش باقوات کشید یک تاش میمونیم دیگرش تازه کرد بپاتیم. یعنی بهار هم کی میکنید این کارو؟ من اوج سر کردیم من کادیسی من اكو خدا خواهد اوج پاگو این همین بخشی یعنی که توزه کرده میرید بولو نوکش دو دانه میمونید کدامش باقوات شد میستاد یک تاش هم یا باقواتش میمونه هم یک تاش بعد بوری که شکای میبرید و بیجونش نگاه من شمال و حاجی هر شمال و بارونه بسیار شده همین شمال و بارونه گذرد بعد میبریم خدا خواهد این برای مادریش نو دیگه میکنه اینو را نه اینا خیلی میستد من میتونم با یک سال پس اومده اینا نوار کنم میتونین اومده با نوار کنید همدیاران عزیز انا همین میدانی که میبینید باز من نشون تیم شما ده انا میدانی سرخ انا همین میدان من اون سال که بودم تیرمام دیگه بودم بگم از همین درخت این از همین درخت تو وای درخت همین میدان همه انم خیلی پاولونی کلان بود دراز بود چوبشو هزی من نشون دادم پیش چوبشو هزی دیدید همه هوای بریده فروختن همه بریده فروختید و فروش رفت همش انا همدیاران عزیز اکای قربانی دا مراجعت کنید پاولونی شنونده شده است پاولونی های خوب شنونده شده است کدام سورتش دارید اکای نوی M1 و FT داریم M1 هم خیلی سورت هست می M1 و FT شما ازبکستان رفتن نام همین شنیدید می ما ازبکستان رفتن یک هفته سمینار به اشتراک کرده آمدم M1 FT میگن FT عادل نوای M1ش عادل نه با یک اولی می یک گل میکنم من میگم M1 تستر گل میکنم با اصل پرواره باشد با اصل اولم های توی کشاورزی میگن خیلی سورت نیست کو نه هست گیبرید نه چیزا هست اینا FT ها گیبرید نکردگی اینا FT خواهی همدیاران عزیز خلاصی گپ که من هم خیلی پاولون پروری بوده است در تاجیکستان اکای قربانعلی من تشکیل کردگی الکی هرچند من سوالم داده باشم میدونم که در شهر نو 5 هکتار آباد کردن و نزدیکی من خدا خواهد رفته و نشون میتیم باز در آینده اکای قربانعلی ما عمر دراز با برکت اکا جان در پناه خدا باشید همه خیلی آباد کنید تاجیکستان جنانه ما رو من رقم تلفن شما رو میمونم اینجا آدمایی که میخواهند که باغای پاولون آباد کنن به شما مراجعت کرده میتونن استکانوی پرورده تیار شدگی برای تیارش دارید الکی شرطنامه میکنید خودشون شرطنامه‌ای فروخته میتید در کار باشد اگر شرطنامه برده شنونده میتید تو یک شده نشه نگاه بین کرده کنسولتاسی داده میستید تو نگاه بینی یک سال شده نشه کنتوف کم کرده میتید کنسولتاسی داده چیز تلفن یا رفته
نگاه کردم. اگرونومی میکنید؟ اگرونومی هم کدر میگیریم. رحمت. خیر اکا جان در پناه خدا باشد، خدا نگهبان شما باشد. همدران عزیز با اکا قربان علی مراجعت کنید.